ما ادعا داریم که طب اسلامی قوی ترین و کارآمدترین مکتب طبی در دنیاست و این ادعا رو به شما ثابت میکنیم. کافیه که پلیلیست زندگی سالم رو مشاهده کنید و یک زندگی سالم و بانشات رو برای خودتون رقم بزنید. خصوصا جلسه اولش رو به هیچ عنوان از دست ندید. سلام بچه‌ها، توی ویدیو قبلی راجع به مزاج شناسی کامل توضیح دادیم. تو این ویدیو فقط میخوایم بگیم که چجوری بتونید مزاج خودتون رو بشناسید و ویژگی‌های هر مزاج هم براتون توضیح بدیم تا هم شناخت بهتری نسبت به خودتون و هم اطرافیانتون پیدا کنید. اگر که نمیدونید مزاج شناسی چی هست، حتما اول ویدیوی قبلی رو ببینید، بعد ادامه این ویدیو رو ببینید. ببینید دوستان، ما یه مزاج جبلی و مادرزادی داریم که از زمان تولد مزاج فرد رو تشکیل میده. یه مزاج هم داریم که مزاج فعلی شما هست، یعنی به هر صورت اون مزاج اولیه جبلی الان تغییر کرده، چه درست یعنی چه از راه صحیح تغییر کرده، چه سوء مزاجه، ولی به هر حال الان یک غلبه مزاج شما داری که مزاج اصلی شما رو تشکیل میده. ما الان میخوایم اون مزاجی که الان مزاج فعلی شما هست رو پیدا کنیم. اون مزاج جبلی رو شما به این راحتی نمیتونید پیدا کنید و باید یه طبیب حاذق باشه که برای شما تشخیص بده و مهم هم خیلی نیست. ما الان اون مزاج اصلی رو کار داریم. خب ببینید، برای تشخیص مزاج، اولا برای تشخیص مزاج ذاتی یک نفر چند تا چیز باید بررسی بشه. اول، گرمی و سرد بودن بدن. وقتی شما یک فرد رو لمس میکنید، اگر گرم مزاج باشه شما میبینید که بدنش گرمه، اگه سرد مزاج باشه میبینید که بدنش سرده. البته باز استثناء هم در نظر بگیرید. ممکنه شما با یه نفر دست بدی، طرف به خاطر غلظت خون دستش سرد باشه ولی در واقع مزاجش گرم باشه. ولی میگم حالا مثلا پیشونی، گردن، اینا رو دست بذارید، یه چند نفر رو که بررسی کنید، یواش یواش قلب کار دستتون میاد. و دومین نکته هم که در این موضوع باید بررسی کنیم، تأثیرپذیری از گرمی و سردی. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه نفر یه چیز گرم مثل دارچین میخوره، سری میگه آقا من احساس سوزش، گر گرفتگی دارم، یا به هر حال یه تغییری اتفاق میفته تو بدنش. این تغییر یعنی که آقا این فرد از گرمیجات سریع داره تأثیر میپذیره، پس این فرد گرم مزاجه، غلبه گرمی داره. خب ولی وقتی سردی میخوره اصلا انگار نه انگار هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. برعکس، یه نفر هست هرچی هم گرمی بهش بدی هیچ مشکلی براش پیش نمیاد، حالش بهتر هم تازه میشه. ولی به محض که یه سردی بخوره، یه مثلا دوغ بخوره، سریع کسل میشه، خوابالود میشه، علائم سردی پیدا میکنه. پس این فرد سرد مزاجه. پس حالا میتونید خودتون الان مزاج فعلیتون رو تشخیص بدید. ببینید الان چجوری از گرمی سریعتر تأثیر پذیر هستید یا از سردی. فرایند تولید محتوا فرایند سخت و خسته کننده ایه. پس خواهش میکنم اگه از این ویدیو خوشتون اومده یا براتون مفید بوده، با لایک و کامنتاتون بهمون انرژی بدید. باز تو آب و هوا هم همینطور. یه نفر تابستونا حالش بده یا تو هوای گرم که وارد میشه سریعا احساس گرما میکنه، سریعا عرق میکنه زودتر از بقیه، این فرد گرم مزاجه. ولی یه نفر دیگه وقتی داخل زمستون میشه یا تو هوای سرد وارد میشه سریعا سردش میشه، سریعا احساس سرما میکنه، پس این فرد سرد مزاجه. پس الان دیگه باید فهمیده باشید تقریبا که مزاج فعلی شما چیه. پس گرمی و سردی بدنمون رو از این راه آسون میتونیم تشخیص بدیم. حالا تری و خشکی رو چی کار کنیم؟ چجوری بفهمیم ما مزاجمون تره یا خشکه؟ حالا ممکنه تره درست باشه، یعنی مزاج صالح باشه، یا سوء مزاج تر باشه. به هر حال فرقی نمیکنه. ما فعلا میخوایم تشخیص بدیم، ببینیم که آقا مزاج ما الان تر هست یا خشکه. ببینید افرادی که چاق هستن اینا مزاجشون مرطوبه، چون تری باعث گسترش میشه، باعث پهن شدن میشه. اما اونایی که لاغرن مثل بنده مزاجشون خشکه، چون خشکی جمع کننده هست. حالا یا گرم و خشکن یا سرد و خشکن. اونایی هم که چاقن و توپلن و اینا یا سرد و ترن یا گرم و ترن.
حالا اگه بدنشون، تو ویدیوهای قبلی آخرش توضیح دادیم راجع به چاقی و لاغری، اگه بدنشون عضلانی باشه، یعنی چاقی عضلانی باشه، هیکلی باشن ولی عضلانی، هیکلی، چارشونه، سینه‌ها پهن، اینا دموی مزاجن، گرم و ترن، چاقیشون هیچ مشکلی نداره، خیلی هم براشون مفیده و اصلا لازم نیست لاغر بکنن. ولی اونایی که چاقی چربی هستن، یعنی بیشتر تو بدنشون چربی، عضله نیست، چربی دست میزنی نرمه، عضلانی نیست، مثل گلابی هن، شکم دارن بیشتر، تو چارشونه و سینه پهن و اینا سرد و ترن و باید مزاجشون رو یه مقدار رو به گرمی ببرن و یه مقدار لاغر بشن. پس الان دیگه تقریبا تونستید تری و خشکی مزاج فعلیتون هم تشخیص بدید. حالا یه سری علائم دیگه هست که اونا رو هم بهتره که بدونیم. مثلا بزرگی و کوچکی اعضا نشانه بر گرمی و سردی مزاجه. کسی که مثلا قفسه سینه پهنی داره، چارشونه است، اینا دلالت بر گرمی مزاجه. دست و پای بزرگی داره، نبضش رگهاش بیرون، مشخص، داخل نیست، پنهان نیست، اینا دلالت بر گرمی مزاجه. نبضش قویه، اینا دلالت بر گرمی مزاجه. نبض قوی دلالت بر گرمی و قوت قلبه. خب حالا برعکسش میشه سردی مزاج. ملاک بعدی موی بدن، به طور کلی زیادی، زخامت مو، زیادی مو، مجعد بودن مو، سیاهی مو، اینا همه دلالت بر گرمی مزاج میکنه. و برعکسش کمی، صافی، شلی، رو به سفید بودن مو، یعنی کم رنگ بودن مو، اینا دلالت بر سردی مزاج میکنه. ملاک بعدی رنگ بدنه. شما رنگ صورت یه نفر رو که نگاه بکنید، اگه مایل به سیاهی باشه یعنی فعلا قلبه سودا داره، سرد و خشک، خب قلبه خلط سودا در بدنش. اگر مایل به زردی باشه یعنی فعلا قلبه صفرا داره، گرم و خشک، زرده، رنگش زرده، مزاجش گرم و خشکه، صفرا هست، پس فعلا یعنی قلبه صفرا داره. اگر مایل به قرمز باشه یعنی دم، یعنی قلبه دم فعلا داره، یعنی گرم و تر، رنگش قرمزه. و اگه مایل به سفیدی باشه یعنی فعلا قلبه سفیدی داره، یعنی قلبه بلغم داره، رنگش سفیده، قلبه بلغم داره، یعنی سرد و تر، که بلغم در واقع با خودش کمخونی و ضعف و اینو چیزا میاره. برای همینه که اونی که رنگشون رو به سفیدی میره ما میفهمیم که ضعیف شدن، کمخون شدن. البته این هم دارم میگم فعلا یعنی مزاجشون اینطوریه. یه ملاک دیگه که در بحث مزاج شناسی خیلی مهمه، نوع خواب شما هست. ببینید گرمی، خصوصا گرمی مغز و قلب اینجا مد نظره، هم مزاج کلی، علل خصوص گرمی اول مغز، دوم قلب، این دوتا تو بحث خواب تأثیر میذارن. هرچه مغز و قلب گرمتر باشه خواب کمتر میشه، چون از اون طرف قلب حالا ولش کن بیخیال، بعدن اشاره تو ویدیوهای بعدی توضیح میدیم. بحثش دیگه خیلی تخصصی میشه. هر چقدر گرمی بیشتر باشه خواب کمتر میشه، هرچی سردتر باشه خواب بیشتر میشه. پس سردی باعث خواب بیشتر، گرمی باعث خواب کمتر میشه. پس اونایی که گرم مزاجن نیاز به خواب کمتری دارن. اینطور نیست که هر کی نیاز داره 8 ساعت حتما با خواب، بستگی به گرمی و سردی مزاج فرد داره. هرچه رطوبت بیشتر باشه خواب عمیق‌تر میشه و هرچه خشکی بیشتر باشه خواب سبکتر میشه. پس حالا شما میتونید تشخیص بدید که الان مزاج مغز شما در واقع چی هست و یه مقدارم مزاج قلبتون و به صورت کلی مزاج کلیتون. اولا مغز. پس هرچی که پس افراد صفراوی مزاج، گرم و خشک مزاج، خوابشون هم کمه هم سطحیه، سریع با کوچکترین صدای بیدار میشن. پس اونایی که این مشکل رو دارن باید مغزشون یه مقدار رطوبت و
یه مقدار حرارتش رو کم کنن که انشالله تو ویدیوهای بعدی توضیح میدیم جدا. اونایی که گرم و ترن خوابش کمی نیاز دارن ولی عمق خوابشون زیاده، یعنی پرخواب هستن ولی اگه کم هم بخوابن مشکلی ندارن. اینجور نیست که اگه کم خوابیدن بعداً نتونن کاراشون انجام بدن. پرخوابن ولی اگه کم هم بخوابن راحتن، مشکلی ندارن ولی خوابالو هستن کلا. تو فصل بهار که آدم خوابالو میشه به خاطر همینه که مزاج بهار گرم و تره. تو ویدیوی قبلی توضیح دادیم. افرادی که سرد و ترن، بلغمیان، سرد و تر مزاجن، خوابشون هم زیاده هم عمیقه، هم زیاد میخوابن هم عمیق میخوابن، به راحتی ها بیدار نمیشن. اگر هم یه وقت کم بخوابن دیگه نمیتونن کاراشون انجام بدن، خیلی اذیت میشن. اونایی هم که سرد و خشک مزاجشون خواب زیادی نیاز دارن ولی چون مزاجشون مغزشون خشکه، خوابشون سطحیه، کابوس زیاد میبینن، هم زود از خواب بیدار میشن هم نمیتونن خواب خوب و راحت و مناسبی داشته باشن. برای همین یه مقداری مشکل خواب دارن ولی در کل خوابشون بد نیست. پس این هم شد مزاج خواب شما که میتونید ازش مزاج مغزتون رو علل خصوص تشخیص بدید. یه نکته دیگه هم که تو بحث خواب هست، افراد سودابی مزاج، سرد و خشک که گفتیم رنگش هم سیاهه، خواباشون هم سیاهه، یعنی همش کابوس و خوابای افسرده، غمگین، کابوس به رنگ سیاه میبینن. بلغمی ها که گفتیم رنگ بلغم هم سفیده، سفید رنگ سرد و تری هست، خواباشون هم به رنگ سفید و آبی و دریا و آب و برف و اینا هست. افرادی که غلبه دم دارن، گرم و تر، رنگش سرخه، خوابای قرمز، سرخ، خونی میبینن. و افرادی که صفراویان، غلبه صفرا و زردی دارن. صفرا هم گفتیم رنگش زرده، رنگ زرد مزاجش گرم و خشکه، خوابهای زرد و خواب جنگ، خواب خشونت، اینجور چیزا رو میبینن. مبحث بعدی حالات روحی و روانی افراد گرم مزاج و سرد مزاجی که خیلی مهمه. این علایمی که میخونم از علائم افراد گرم مزاج هست، مثلا غضب زیاد، خشم زیاد، خصوصا افراد گرم و خشک زیاد عصبانی میشن، زود هم عصبانی میشن، بیتابی، صبر نداشتن، آشفتگی، دائم تشویش داشتن، آرام نبودن، زرنگ، زود فهم، باهوشه. اینا همش به خاطر گرمی مزاج، علل خصوص گرمی مغزه. اقدام میکنه، زیاد فکر رو حالا فرد بذار برای فردا و اینا نمیکنه، سریعا یه کاری که میخواد انجام بده به فکرش میرسه سریعا شروع به اقدام میکنه. بیشرمی، شرم و حیا خیلی نداره. خوشبین بودن نسبت به آینده، امیدوار بودن، با نشاط و روحیه داشتن، سنگدل بودن، سنگدلی، چالاک بودن، زرنگی و چالاکی، خلق مردانه، اینا همش دلالت بر گرمیه. تنبلیشون کمه، تأثیرپذیری کم، یعنی تا یه چیزی بهش میگن زود فکر نمی‌کنه که همون جوری هست، تأثیر نمیگیره، به خودش نمیگیره. مثلا اگر بهش بگن که آقا تو درست نمیتونی حرف بزنی، نمیگه وای من نمیتونم درست حرف، میگه تو نمیتونی درست گوش بدی. خب سبکسری، تو نمیفهم. مثلا سبکسری یعنی آقا خیلی عقل و چیزی درست حسابی نداره. جرأت زیاد، جرأت و شجاعت، شتاب در امور داره که گفتیم سریعا اقدام میکنه. ناپایداری در تصمیم، زود تصمیمش رو عوض میکنه. زیاد صحبت کردن، زیاد اهل صحبت زیاده و سریع صحبت میکنه. قوت صداش قدرت داره و آشکارا صحبت میکنه. پس از روی صحبت کرده یه نفر شما میتونی بفهمید سرد مزاج یا گرم مزاج. اگه دیدین بیحال داره صحبت میکنه یعنی سرد مزاج، اگه دیدین
با قدرت و با انرژی داره صحبت میکنه، یعنی این گرم مزاجه. این هم خیلی مهم. فرح و شادی، شادمان بودن، تشویش و اضطراب داشتن تو کارا، اینا همه علائم گرمیه. حالا علل خصوص بیشتر برای افراد گرم و خشک مزاجه. این علائمی که گفتم هرچه غلبه گرمی بیشتر بشه، این علائم هم بیشتر بروز میکنه. خوبه که این علائم رو ما در حد تعادل نگه داریم که اگر ما بتونیم مزاجمون رو معتدل کنیم که انشالله یاد میگیریم با هم دیگه، تو ویدیوهای انشالله جدا کامل توضیح میدم، این علائمی هم که داریم درست میشه. یعنی مثلا شجاعت داره فرد، ولی دیگه رو به حماقت نمیره. یعنی انقدر زیاد نمیشه که طرف احمق بشه تو خطر خودشو بندازه، ولی شجاعتشو داره. پس این صفت‌ها تا یه حد تعادلی دارن، یه حد افراطی دارن، یه حد تفریطی دارن. حالا برعکس این علائم میشه علائم افراد سرد مزاج. اینایی که برعکس این علائمو دارن سرد مزاجن، آرامن، صبورن، ترسوان، سریع اقدام نمی‌کنن، آروم صحبت میکنن، بیحالن. اینا همش میشه مزاج افراد سرد. سردی باعث کثرت حیا، خجالت و کندفهمی میشه. برای همینه که مثلا اونایی که الکل مصرف میکنن، اینا هم چون مغزشون سرد میشه احمق و نفهم میشن. متاسف. ترس و شجاعت هم بیشتر بستگی به قلب داره. هرچه قلب قوی تر باشه شجاعتر فرد، هرچه قلب سردتر و ضعیفتر باشه فرد ترسوتره. پس اگر یه وقت خدایی نکرده ترسو هستین، به خاطر قلب اینه که قلبتون قلبه سردی داره. انشالله توی ویدیوی جدا کامل توضیح میدن که چیکار کنین. اگر هم دیدین توضیح ندادم حتما بریم تو پیام‌ها یادآوری کنین. همینجا هم یه نکته تو پرانتز بگم که متاسفانه به خاطر زندگی صنعتی و مدرن امروزه و به این خاطر که طب سنتی رو متاسفانه یهودی‌ها از ما گرفتن، دیگه مردم اکثرا دچار غلبه سردی و خشکی یا سودا شدن. حالا اگر که شما داره علائم سردی بیشتر هستید، باید سعی کنید که این سودا و بلغم رو درمان کنید که انشالله تو ویدیوهای بعدی کامل توضیح میدیم. مگر افرادی مثلا کم سن و سال و نوجوان و جوون که اینها به خاطر سنشون داره غلبه گرمی هستن که تو ویدیوی قبلی کامل توضیح دادیم. زنها هم اکثرا مزاجشون رو به سردیه. حالا علل خصوص این زنهایی که بی حجاب و هستن متاسفانه، یعنی کلن حجاب ندارن، متاسفانه اینا نبضشون خیلی ضعیفه. حالا در کل دخترها، زنها، اینایی که خیلی حجاب و پوشششون رو رعایت نمی‌کنن، چون زن سرد مزاجه نیاز به پوشش زیادی داره. این زنایی که متاسفانه پوشش زیادی ندارن، اینا سردی زیادی بهشون غلبه میکنه. متاسفانه اکثرا هم کم خونن، هم نبضشون رو وقتی میگیری، من بعضی وقتا نبض بعضی هاشونو که گرفتم اصلا خودم احساس کردم این طرف، واقعا خیلی ترسیدم، احساس کردم این طرف الان ممکنه بمیره. یعنی اصلا نبضش نمیزد، اصلا نمیزد. یعنی اینقدر اینا نبضشون ضعیفه، اینقدر دچار ضعف و کمخونی هستن متاسفانه، ولی خودشون متوجه نیستن، نمیفهمن. پس اینا هم باید که کمخونی و این نکاتشون رو رعایت کنن و پوشششون رو حتما زیاد کنن، علل خصوص تو فصلهای سرد که این سردی باعث شه کمخونی و بیحالی و کلا اون انرژی حیاتشون از بین بره. بحث بعدی بحث حالات روانی در مورد افراد ترمزاج و خشک مزاجه. کلا خشکی باعث پایداری و ثبات و حفظ میشه. خب افراد که خشکن پایداری و ثبات در حالات روانی و رفتاریشون دارن و سریع نظرشون تغییر نمیکنه، رأیشون ثابته، نظرشون ثابته، سریع تغییر نمیکنه، به سختی چیزی رو قبول میکنن. هم به سختی چیزی رو قبول میکنن، هم وقتی قبول کردن به سختی تغییرش میدن. کلا سفتن، کینه‌ای هستن، چون
قوه امساک و حفظ قوی دارن، یعنی تو دلشون میمونه هر چی که میبینن و میشنون و هر حالت که بهشون عارض میشه اینا درون اینا میمونه، حفظ میشه، مثل سنگم خب که وقت شما حکاکی میکنی روش این دیگه میمونه. متاسفانه زنا همین جوری هستن، یعنی هر اتفاقی که میفته براشون تا آخر عمر تو سر شوهر میزنن، میگن که آقایات مثلا 30 سال پیش فلان روز فلان ساعت فلان اتفاق افتاد. بله، عدم ثبات در کارها و تسامح و تساهل. ببخشید، برعکس افراد خوش مزاج، افراد ترمزاجن خب که طبعشون کنده، عدم ثبات در کارها دارن، کارهاشون ثبات و استحکامی ندارن و اهل تسامح و تساهلن، یعنی رامیان با آدم خب اخلاق خوبی دارن، به راحتی قبول میکنن ولی به راحتی هم نظرشون و قولشون عوض میشه، حافظهشون ضعیفه، تو دلشون نمیمونه، کینه‌ای نیستن، تأثیرپذیری زودگذر دارن. اینا همه دلالت بر رطوبت مزاجه، مثل موم میمونن، مثل آب میمونن. حالا هرچی این رطوبت بیشتر این اخلاق بیشتر، هرچی اون خشکی بیشتر اون اخلاق بیشتر. حالا درستش اینه که ما تمام اخلاقی که چه توی خشکی چه توی رطوبت چه توی گرمی چه توی سردی هست رو به حد تعادلش داشته باشیم، یعنی هم آرامش افراد سرد مزاج رو داشته باشیم، هم انرژی و زود اقدام بودن، یعنی زود اقدام یعنی اول فکر کنیم بعد وقت خواستیم اقدام کنیم، دیگه تنبلی نکنیم، سریعا اقدام کنیم، ولی تفکر و عقلانیت سرد مزاج قبل کارها رو داشته باشیم، از اون طرف هم اقدام گرم مزاج ها رو داشته باشیم که همه اینا با متعادل کردن مزاج اتفاق میفته که در بعداً توضیح خواهیم داد. پس حالا ما یاد گرفتیم مثلا افراد صفراوی مزاج یعنی گرم و خشک مزاج هم ویژگی‌های گرمی دارن هم خشکی، یعنی چی؟ زود عصبانی میشن، سریع عصبانی میشن، پر انرژیان، بانشاتن، یه مقدار بد اخلاقن، مثل افراد خشک مزاجن یعنی دیر قبول میکنن، دیر هم نظرشون عوض میشه، یه مقدار بد اخلاقن چون به خاطر اون زیاد عصبانی شدن و خشک مزاج بودنشونه. از اون ور افراد دموی مزاج یعنی گرم و تر مزاج، اینا بهترین اخلاق دارن، هم بهترین بدن رو دارن که سلامتی زیادی داره، تو ویدیو قبلی توضیح دادیم، هم بهترین اخلاق هم دارن، یعنی به خاطر رطوبتی که دارن افراد خوش مشرب و خوش اخلاق و اینا زیاد دیگران رو مد نظر قرار میدن، به دیگران اهمیت میدن، از اون طرف هم پر انرژی هن، با نشاطن، امیدوارن و اهل اقدام و اینا هستن. افراد سرد و تر بلغمی مزاج تنبل، سست، بیحال، ناامید اینجور ویژگی‌ها رو دادن، ولی افراد مهربونی هستن، خوش مشربن چون به خاطر رطوبتی که دارن به دل نمیگیرن، کینه‌ای نیستن. از اون طرف هم افراد سرد و خشک افرادی هستن که یه مقدار متاسفانه بد اخلاقن چون هم سرد مزاجشون هم خشکه، هم گرم نمیگیرن با افراد، هم با کسی رفیق نمیشن، افسردگی دارن و متاسفانه بدبینن، یعنی تا یه اتفاق کوچیکی میفته طرف با خودش فکرهای خیلی بدی تو ذهنش میکنه که خیلی هاش واقعیت نداره. پس اینا میشه ویژگی‌های اخلاقی و روحی 4 مزاج. یه بحث دیگه هم که خیلی مهمه بحث جنسیه که تو هر مزاج باید ببینیم چجوریه، چون برای ازدواج خیلی خیلی مهمه. حتما انشالله یه ویدیو کامل راجبش درست میکنم که قبل از حالا ازدواج چه کرده باشین چه نکرده باشین حتما اون ویدیو رو نگاه کنید که خیلی بهتون کمک میکنه. 80% طلاق به خاطر مشکلات جنسی هست متاسفانه. افراد گرم و خشک
تمایل زیادی دارن ولی توان کمی دارن. خب چون خشک مزاجشون، چون خشک توانشون کمه ولی میلشون به خاطر گرمی اکثرا زیاده ولی گاهی وقتا هم کم میشه، چون افراد صفرایی مزاج مثل آتش میمونن، نامتعادلن، یعنی همیشه ملاک مشخصی ندارن، خیلی وقتا زیاده ولی بعضی وقتا هم یهو کم میشه. افراد دموی مزاج هم توانشون زیاده هم میلشون زیاده. افراد بلغمی یا سرد و تر، دموی مزاج ها گرم و تر بودن، بلغمی ها سرد و تر، هم میلشون کمه به خاطر سردی هم ولی توانشون هم بد نیست، هم به خاطر سردی کمه. خب توانشون تقریبا معتدل رو به کمه افراد بلغمی مزاج به خاطر سردی که دارن. افراد سوداوی مزاج توانشون کمه ولی میلشون زیاده. خب به خاطر اون وسواس فکری که دارن، به خاطر اون افکار زیادی که دارن، این افکار متاسفانه زیاد تو ذهنشون میاد، زیاد اذیتشون میکنه. به همین خاطر اونه که غلبه سودا پیدا میکنن، میلشون به این مسائل زیاده ولی توانشون خیلی کمه. اینا یه مقدار تخصصیه و همین صورتی که من گفتم خیلی رو سردی و خشکی و تری و گرمی اینا دقیق مشخص نمیشه. پس حتما حالا چه ازدواج کرده باشین چه نکرده باشین، اون ویدیویی که راجع به ازدواج ایشالا بعدا میسازیم و حتما نگاه کنیم. ایشالا یه ویدیوی جدا راجع به این که چجوری مزاج رو معتدل کنیم میسازم، ولی قبلش باید یاد بگیریم که چجوری زندگی سالمی داشته باشیم و چه نکاتی رو رعایت کنیم که سالم زندگی کنیم، چون تا این رو رعایت نکنیم نمیتونیم مزاج رو معتدل کنیم که بهش حکما میگن سته ضروریه. انشالله ویدیوی بعدیم راجع به سته ضروریه هست و اینکه چجوری بتونیم سبک زندگی سالمی داشته باشیم که ویدیوش میذارم اینجا، حتما این ویدیو رو نگاه کنید.